خونی که جریان داره زندگیه. خونی که وای میسه تعفن و مرگه. آبی که حرکت میکنه رودخونه است. آبی که ساکن نمیشه مرداب و باطلاق. غم هم همینه. غمی که جریان داره تبدیل میشه به رشد، شعر، هنر، ادبیات فاخر، کشف انسانیت. اما غمی که میمونه و ته‌نشین میشه تبدیل میشه به خشم، کینه، افسردگی یا حتی مرگ خودخواسته، به یه بار سنگین رو شونه هامون، به چیزی که از درون داره ما رو میخوره. پس بذار غم ازت عبور کنه. حسش کن، گریهش کن، نفسش بکش. این یعنی غمت داره حرکت میکنه، داره از حالت گیر کردن در میاد. شاید بپرسی چجوری؟ یعنی چی غم عبور کنه؟ من خودم آدم عملگرایم، عاشق راهکارهای عملیم، نه حرفای قشنگ تو خالی. یه تمرینی که خودم برای به حرکت آوردن غمای قدیمی انجام دادم اینه: یه جای آروم بشین، چشماتو ببند، چند تا نفس عمیق و آروم بکش. بعد دقیقاً حس کن غمت کجای بدنت نشسته. گاهی وسط سینه است، گاهی پشت شونه هاست، گاهی توی معده. بدن هیچ وقت دروغ نمیگه. وقتی پیداش کردی همونجا رو آروم شل کن. شروع کن به نفس کشیدن به سمت همون نقطه. اینجوری تصور کن که نفست داره میره به همون سمت. نفسهای عمیق ولی آروم. چند ثانیه نگه دار، بعد آهسته بده بیرون. اینطوری سیستم عصبی از حالت انجماد در میاد. بدن میفهمه امنی و احساس شروع میکنه به حرکت کردن. اگه اشکت در اومد جلوشو نگیر. اشک نشونه بدی نیست، نشونه جریانه. بعد از این یه تمرین دیگه هست. یه موزیک آروم بذار، ترجیحاً توی نور کم و ایستاده. اگرم نشد نشسته. بدنت رو بی هدف تکون بده، مثل یه کاغذ توی باد، و به غمت فکر کن، مثل یه رقص بی هدف. دستات، شونه‌هات، کمرت، هر جور که بدنت تقاضا میکنه. بدنت که تکون بخوره، احساسات گیر کرده هم تکون میخورن. و باز اگه اشکت سرازیر شد، نذار برگرده. این یعنی غمت داره عبور میکنه، داره تبدیل میشه به یه چیز تازه تر، سبکتر و انسانی تر.